حضرت حکیم الامه طحاوی میگه عشق مجازی عذاب الهی. چطور؟ به عشق یه نفر گرفتار میشه، دلش اسیر یکی شده، حالا میخواد کنار سفره رنگارنگه، چون دلش اسیره لذت نمیبره. تو رخت خواب بسیار گرم و قشنگه، چون دلش اسیر یکی دیگه است، خواب راحت نداره. کنار دوستان و زن و بچهشه، اما از کانون خانواده لذت نمیبره، چون دلش اسیر یکی دیگه است. نه شب داره، نه روز داره، نه آرام داره، نه قرار داره، نه از هیچ چیز زندگیش میتونه لذت ببره. چرا؟ چون دلش اسیر محبت یه جایی کشید. این عذاب الهی. صحبت اینه که مولانا میگه گاهی وقتا الله تعالی میخواد غلبه قضا برای یک زندگی بیاره، الله تعالی میخواد یه فردی رو عذاب بکنه، ثروتش سر جاشه، داراییش سر جاشه، لباس قشنگش هم سر جاشه، ولی دلش اسیر یک چیز پست و کوچک شده، فکرش درگیر یه چیز جزئی و حاشیه‌ای شده که تو وجود خودش اسیره، تو میله های افکار و احساسات غلط خودش زندانه، دیدم نمیشه، ولی از هیچ چیز زندگیش نمیتونه لذت ببره. ما نشنیدیم پادشاهایی بودن که تو قصر شاهیشون خودکشی کردن؟ چرا؟ چون این پشت میله افکار خودش سالها سال اسیر بوده. دیگران رو تخت شاهی بادی که به قبقب انداخته بوده میدیدن، اما نمیفهمیدن که در درون این چه خبره. یه جایی که خودکشی میکنه، بعد میفهمی اوف، اون ظاهر آراسته و پیراسته رو تخت که مینشسته، درونش چقدر آشفته بوده که تهش به خودکشی تمام شد. نشنیدیم فلان پادشاه در قصرش چشم بچه‌ش رو از حدقه در آورده؟ چرا؟ در طول تاریخ خیلی اتفاق افتاده. وقتی به این صحنه میرسه میگه یعنی چیه پدر به جایی برسه که چشم بچه‌ش رو از حدقه در بیاره؟ تو این خونه چه خبره؟ تو این خونه ای که پدر به جایی برسه، افکار پدر، روحیات پدر توی چند سال چطور درگیر این بچه بوده که تهش به اینجا رسیده که چشمای بچه‌ش رو داره از حدقه در میاره. بدون تو این خونه دیگه چه چیزی به نام آرامش و خوشی وجود نداره. ظاهرش هم نگاه میکنی قصر زیبا، نگاه میکنی تمام اسباب و امکانات همه مهیا، ولی اینا ته داستان میبینی هیچی نبوده، هیچی بوده، پوچی بود. هر جا میبینه که امکان یه ذره اجابت دعا هست، از این درخواست دعا، از این در شما رو به خدا دعا کنی من خلاص بشم از این زندگی، از این وضعیتی که توش گرفتار. چیه این غلبه قضای الله؟ اسیره پشت میله های زندان، نه پشت میله های افکار مسموم خودش اسیره. کجا؟ پشت احساسات منفی غلط خودش که بر اون مسلط شده. این غلبه قضای خود است. یعنی وقتی خدا میخواد تو را عذاب بده، لازم نیست قل و زنجیری از کجا بیارم، میله های پولادین از کجا بیارم، اسباب و امکانات رو ازت بگیرم، ثروت و دارایی رو ازت بگیرم، بعد اسیرت کنم. نه، به ظاهر راه میره، به ظاهر تو کاخه، به ظاهر کنار سفره رنگارنگه، به ظاهر پیراسته و آراسته و تو کشیده ای داره، اما اسیر، مغموم، محزون پشت میله افکار و احساسات غلطی که بر اون مسلط شده. یه گروه هستن این قل و زنجیرها رو خوب میبینن. کی؟ جان صفی، یعنی اون کسایی که درونی پاک دارن، اون کسایی که دلی دارن که به خدا دادن، و اون کسایی که ایمان و یقین درستی بر خدا و وعده‌های خدا دارن. برای همین بود صاحب قل و زنجیرهای کسراها و قیصرهای عالم رو خوب میدیدن. یعنی وقتی که پیش پادشاه ایران یا پیش قیصر روم میرفتن، دهن شراب نمیافتاد بگه واه واه یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حد عظیم. شالله، چه ثروتی، چه کاخی، چه زنهای بالاخره حرم سرایی، چه فلانی، چه شرابی، چه کبابی. اگر دهن اونام آب میافتاد نسبت به این فساد و فحشایی که دور و بر اونها معیا بود، قطعا نصرتی از خدا شامل حالشون نمیشد. اما جملات تاریخی ربعی بن عامر حکایت از این داره که صحابه کرام قل و زنجیرهای اینها رو میدیدن.
همون قل و زنجیرهایی که مردم دیگه نمیدیدن. تو جملاتش یه چیز قشنگی گفت ربیعی بن عامر که الان اینا تو تاریخ ثبت شده. هویت صحابه رو از همین جملات میتونه تشخیص بده اینا کی بودن واقعا. به پادشاه ایران مثل که من الان برم تو کاخ سفید به رئیس جمهور آمریکا بگم این جملاتو، مثل این که من برم انگلستان به ملکه اونجا یه چیزی بگم. دارم اینو، این سرمایه درون رو دارم، این صفای باطن رو میبینم، این قل و زنجیرها رو. اما جملات قشنگی گفت. الله ابتعثنا، اول جملش الله ما رو مبعوث کرده. ما خودشو چطور معرفی کرد؟ با قومیت، با ملیت، با ثروت، با زبان، با رنگ، با تقسیمات جغرافیایی. من از فلان کشورم، فلان قومم، سوادم اینقدر، پولم اینقدر، شغلم اینه. نه هویت من اینا نیست. هویت من به عنوان یه مسلمان اینه. الله ابتعثنا، الله ما رو مبعوث کرده، ما فرستاده شده از جانب اللهیم، حامل یه رسالت و پیامی. تو چیه پیامتون؟ چه رسالتیه که این کاخنشین ها، این ابرقدرت ها، این کسایی که تو اوج ثروتن اونو ندارن، تو میخوای به اینا بدی؟ حالا که خودش لباسای ساده‌ای پوشیده و ظاهری بسیار ابتدایی داره. یعنی چی باعث شده که این اعتماد به نفس رو پیدا کرده که به پادشاه ابرقدرتی در اون عصر این توری داره او رو خطاب میکنه. آخرین جملهش این بود، من نمیخوام همش رو بگم، آخرش این بود که من آمدم من ضیق دنیا الی سعتها، من آمدم از این تنگنا، از این زندگی تلخ و تنگ و نکبت باری که شما برای خودتون درست کردید شما رو خلاص کنم به فراخنای دنیا. یعنی اون صحابه اینا رو تو قل زنجیر میدید. اون صحابه میفهمید که اینها نمیتونن زندگی راحت داشته باشد، چون کسی که با رب این کائنات، رب مشرق و مغرب، رب آسمان و زمین، رب بحر و بر، رب شمس و قمر، با او صلح نکرده تو این نظام آفرینش چطور میخواد راحت زندگی کنه؟ امکان نداره. اونی که خدا گفته من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، اونی که از یاد خدا اعراض میکنه، از حکم خدا، از اوامر خدا، از دل دادگی به خدا رو میگردانه، میره به سمت شهوات، میره به سمت نفسانیت، میره به سمت فساد و فحشا، پشت به خدا کرده و به سمت اینا داره میره، اون معیشتا ضنکا داره. الله گفته، رب این کائنات گفته زندگی او تلخ و تنگه. من اگر قبول کنم یک نفر تو فسق و فجور، تو بدیش زندگی خیلی راحت و خوبی داره، باید قبول کنم الیاذ بالله، الیاذ بالله، الیاذ بالله. الله دروغ گفته، الله دروغ نمیگه. و من اصدق من الله قیلا و من اصدق من الله حدیثا. خود الله راستگوتر وجود نداره. بله اینا ظاهر قشنگی دارن، دنیایی به ظاهر با همه اسباب امکانات برای خودشون درست کردن، اما توی قل و زنجیرهایی هستن که اون قل و زنجیرها رو هر کس نمیتونه ببینه مگر اون کسایی که مولانا اینجا میگه بند تقدیر و قضای مختفی، اون بند تقدیر و قضای ناپیدای خدا رو که نبیند آن بجز جان صفی، اونو هر کس نمیتونه ببینه. کی میتونه ببینه؟ جان پاک دلان، اون کسایی که درونی پاک دارن، درونی آراسته به حب خدا دارن، اونا میتونن ببینن، گول نخورن، ظاهر افراد رو ببینن، اما اون قل و زنجیرایی که اونا توشون اسیرن اونا رو تشخیص بدن.